علیکم و صالح حق. انشالله که همونطوری که اسمتان هست به صالح حق نائل وصل به حق باشیم همه. امیدوارم که همگی شما که در راه حق و حقانیت کلمه حق تلاش میکنید حالتان خوب باشد و هر روز بهتر از دیروزتان باشد انشاءالله. بنده عباس هستم از ایران، ایلام. در مورد سوره بقره آیه 285 میخوام صحبت کنم. آنجا که دیدم در وصال حق که یه بنده خدایی از قول کسانی که مدعی تشیع هستند فرمود که تشهد ثلاثه یا اصلا کل تشهد امروزی چه شیعه چه سنی این همون تشهدی است که در نماز خوانده باید بشود و گفتند که تشهد مستحب است و واجب نیست. طبق سوره بقره آیه 285 میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. این را خواستم بگم که جواب این که این همان تشهدی است که در برای نماز خواندن فرموده. دقت کنید سوره مائده آیه 6 یا ایها الذين آمنوا اذا اقمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لطفاً برای اینکه آیه را مختصرا میخوانم تا آنجایی که نقل تیمم میکنه و با خاک پاک تیمم کنید این را یادداشت کنید. و سوره 7 همین سوره مائده آیه 7 واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا که مربوط و سمعنا و اطعنای آیه 285 سوره بقره است را دقت کنید و لطف کنید در این مورد بیشتر توضیح بدهید و خواهش من این است که خود شما هم همین را اجرا کنید که لا نفرق بین احد من رسله اصلا در تشهدتان اجرا نمی شود و فقط تک پیامبری را یک پیامبر را به عنوان بهترین پیامبر و خاصترین پیامبر نزد خدا اعلام می کنید و این خلاف این آیه است و این سوره اتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. این عذرخواهی ما که به این گستاخی صحبت می کنم از من بپذیرید. قصد اهانت و توهین ندارم جز این که سوال کنم و به آن برسیم انشاءالله. اگر به آن رسیدیم و برسید که انشاءالله به صالح حق و حق وصل کند شما را به خود انشاءالله. بنده عباس هستم اما شیعه زاده بودم و اکنون مسلمانی ره یافته به یگانگی خداوند و سالهای درازی است که با همکیشان خود و هموطنان خود چه سنی چه شیعه چه از هر صنفی حتی با مسیحیان نیز گفتگوهایی داشتم که انشاءالله خداوند قبول کنه. همه را به یکتاپرستی خداوند و یکتاپرستی حق دعوت کردم و خودم از آنها هستم و امیدوارم که شما در این مورد بیشتر توضیح دهید در مورد همین دو آیه و دو سوره‌ای که به عرض شما رساندم و از این که بیشتر صحبت نمی کنم مرا عفو بفرمایید. به خاطر عسر و حرجی که هست نمیتونم بیشتر از این مزاحم اوقات شریف بشوم.
خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. من تشکر میکنم از شما برادر عزیز گرامی. ما یکی از مشکلاتی که داریم این است که بعضی از عزیزانی که در دین تشیع زندگی کردن و اون خرافات و خزعبلاتی رو که در این مذهب و دین دیدن فکر میکنن که یعنی در نزد اهل سنت و کتب اهل سنت هم مملو از خرافات و خزعبلات و همین دروغ‌هایی است که در کافی و بهارالانوار و الاستبصار و وسایل شیعه و غیره وجود داره. اینطور نیست برادر عزیز و گرامی. ما در نزد اهل سنت ما روایت ها و احادیث جعلی که وجود داره، احادیث ضعیف که وجود داره، علما زحمت کشیدن اینا رو تبیین کردن و در کتاب های جداگانه برای اینکه مسلمانان آگاه بشن اینها رو آماده کردن که ما امروز آماده در دست ما هست. ما به خیلی راحت میتونیم از یک روایت جعلی رو از یک روایت صحیح جدا بکنیم. مشکلی که وجود داره اینه که فکر میکنن که هر آنچه که در قرآن هست و شما موحد شدید، قرآن میخونید و آنچه که در قرآن هست شما میتونید از اون برداشت بکنید بر اساس اجتهادتون، بر اساس اون برداشتی که شما از تلاوت قرآن دارید، در حالی که این فکر اشتباهه. قرآن صحیح هست که کتابی است برای همه انسان ها و ما میتونیم از این کتاب استفاده بکنیم، اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبین و مفسر این کتاب آسمانی بودن و خیلی از آیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما تفسیر کردن، بیان کردن. در سوره نحل آیه 64 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. این بعضی از آیات رو، بعضی از روایات رو، بعضی از مسائل مهم زندگی ما رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه‌شون این بود که برای ما بیان بکنن. این تفکر که منتهی میشه به همین گروهی که به اصطلاح خودشون رو قرآنیون میگن و انکار سنت میکنن که این خطر خیلی بزرگی است. کسی که تشیع رو ترک میکنه بعضیا گرفتار این مشکل میشن، یعنی از زیر باران به قول معروف میان زیر ناودان میشینن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که قل، بگو ای محمد، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما الله رو دوست دارید، وقتی که الله رو دوست دارید میخواید کتابش رو پیروی بکنید. از کی پیروی بکنید؟ اگر شما واقعا مسلمان هستید، دوستدار الله هستید، پیرو قرآن هستید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، من محمد رو پیروی بکنید. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگری در قرآن کریم میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله اطاعت بکنید که کتاب الله هست، از رسول اطاعت بکنید که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در اینجا میان یک شبهه دیگری رو مطرح میکنن که میگن در اینجا اطاعت کردن از پیامبر در آنچه است که به اون نازل شده است که قرآن کریم است و ما ملزم به این نیستیم که هر آنچه که پیامبر گفته از اون اطاعت بکنیم، یعنی ملزم نیستیم که حدیث رو اطاعت بکنیم. در اینجا میگیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تایید قرآن و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، پیامبر از هوا و هوس سخن نمیگه، حتی حدیث پیامبر هم وحی است اما قرآن نیست. فرق است که ما بگیم که قرآن کریم که وحی الهی کلام الله هست، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، معجزه جاویدانی است، با خواندن آیاتش ما ثواب و اجر و پاداش کسب میکنیم، و بین حدیث که وحی الهی است بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اما قرآن نیست، با خواندنش اون اجر و ثوابی که ما در قرآن میبریم با خواندن احادیث نمیبریم. قرآن مستقیما کلام الله سبحانه و تعالی است، حدیث اینطوری نیست، بلکه وحی الهی بر پیامبر است و کلام رسول الله، فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. قرآن معجزه است، حدیث پیامبر معجزه نیست و امکان داره که در طول تاریخ ما میبینیم روایت های امروز به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ بستن، گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، به پیامبر دروغ بستن که علی رو مثلا به عنوان جانشین خودش تعیین کرده.
پس امکان تحریف و تغییر در کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود است، اما در قرآن کریم نیست. چرا؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به خاطر همین علما اومدن علم حدیث، علم جرح و تعدیل رو آوردن که ما احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم رو از غیر صحیح تشخیص بدیم. در قضیه تشهد این که شما میفرمایید برداشت شماست و آنچه که ما میگیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث صحیح به ما امر کردن و از اصحاب پیامبر و از اهل بیت پیامبر به ما رسیده. وقتی که شما این برداشت رو از قرآن میکنید، همه مسلمان ها ملزم نیستن که برداشت شما از قرآن رو و آنچه که شما اجتهاد کردید از آیات قرآنی اون رو قبول بکنن و به اون عمل بکنن، بلکه ما در قرآن کریم در مورد ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز برای مؤمنان در وقتهای معین فرض شده است و در آیه دیگری بعضی از این اوقات را به طور مجمل الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه. اما تفسیر نماز رو چند رکعت بخونیم، چطور بخونیم، چیز قرائت بکنیم، اذکار رکوع، اذکار سجود، اینا رو در قرآن کریم ذکر نکرده. اینها رو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث و روایات صحیح برای ما بیان فرمودند. به خاطر همین ما ملزم هستیم که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آن احادیثی که صحیح هست و علما گفتن که این احادیث صحیح هست و از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، اونها رو قبول بکنیم، نه اینکه هر کس بیاد بر اساس اجتهاد خودش در مسائل عبادی، خاصا در مسائل نماز و روزه و زکات و حج، بیاد از قرآن کریم استنباط بکنه و اجتهاد بکنه. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی و اگر شما به ایمیل book@wasalhaq.tv پیام بفرستید، ما در مورد اهمیت و جایگاه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کتاب‌هایی رو برای شما میفرستیم که متاسفانه بعضی از عزیزانی که از خرافات شیعه‌گری زده میشن و برای توحید یکتاپرستی گام میگذارن، مرتکب این اشتباه میشن که انگار بخاری همون اصول کافی است و مسلم همون بهار الانوار هست و سنن ترمذی همون الاستبصار است و همون خرافاتی که در کتب شیعه وجود داره در کتاب‌های اهل سنت هم به وفور یافت میشه. بله هست، ما نمیگیم نیست، اما علمای ما جدا کردن. علمای ما حدیث صحیح رو از حدیث ضعیف جدا کردن، برعکس شیعیان که این کارو نمیکنن، چون که چیزی به اسم علم حدیث ندارن و چیزی به اسم تعریف حدیث صحیح رو ندارن، اصلا نمیتونن و جرأت این رو ندارن که یک تعریف کامل و شامل در مورد حدیث صحیح بیارن، چون که اگر بخوان تعریف بیارن خودشون رو ملزم میکنن به یک نص و اون نص رو اگر بیان تطبیق بدن رو کتاب‌های خودشون، باید هر چی که دارن دور بندازن، امامت و اسمت و خمس و همین خزعبلاتی که بهش اعتقاد دارن.